میدونستید مغز همه ما انسان ها به هم وصله؟ 2 مثال واسط بزنم. دیدی وقتی یکی داره از ته دل میخنده بدون اینکه دلیل خندش رو بدونیم ما هم خندمون میگیره؟ یا با دیدن کسی که داره خمیازه میکشه ما هم ناخودآگاه خمیازه میکشیم؟ سلول های عصبی خاصی توی مغزمون هست به نام نورون های آینه‌ای که وظیفه اونا تقلید از رفتار دیگران به صورت ناخودآگاهه. سیستم نورون های آینه‌ای به ما این امکانو میده که صرفاً با دیدن رفتار بقیه منظور اونا رو بفهمیم، یاد بگیریم و پیام‌های بدنیشون رو متوجه بشیم و همین موضوع باعث میشه که به صورت ناخودآگاه با انسان‌ها همدلی کنیم و اونا رو درکشون کنیم. مطالعات روی نورون‌های آینه‌ای به ما نشون میده که همه ما انسان‌ها به هم وصلیم و یه جورایی عصب کشی شدیم. پس خیلی مواظب آدم‌های دور و برتون و همنشیناتون باشید چون که وظیفه نورون‌های آینه‌ای تقلید ناخودآگاه